غذاهای شمالی همه‌شون خوشمزه‌ان. منم تا رسیپی این کوفته ترش گیلانی رو دیدم رفتم سراغش. با این سس خوشمزه‌ش هم که معرکه است. پس بریم که با هم درستش کنیم. گوشت چرخ کرده و پیاز لازم داریم که رنده ریز می‌زنیم و آبشو می‌گیریم و به گوشتمون اضافه می‌کنیم. من چون سبزی شمال نداشتم از سبزی معطر استفاده کردم که توضیحاتش رو تو کپشن براتون نوشتم. نمک و فلفل و زردچوبه و آرد نخودچی هم اضافه می‌کنیم. همه مواد رو خوب با هم دیگه ورز می‌دیم و نیم ساعت داخل یخچال استراحت میدیم. تو این فاصله میریم سراغ درست کردن سسمون. یه پیاز رنده ریز میزنیم، با زردچوبه تفت میدیم، یه مقدار گردوی پودر شده هم لازم داریم که بهش اضافه میکنیم و یه کوچولو تفت میدیم. نوبت میرسه به اضافه کردن رب گوجه فرنگی و رب انار و البته پوره گوجه فرنگی که رمز خوشمزگی این سسمونه. نمک و فلفل هم اضافه میکنیم به همراه یه کمی آب و اجازه میدیم تا سسمون خوب جا بیفته. خب الان کوفته‌مون رو داخل دستمون فرم میدیم و توی روغن سرخشون میکنیم. وقتی دو طرفشون سرخ شد میندازیمشون داخل اون سس خوشمزه‌ای که درست کردیم و همراه آب نارنج تازه و اگه دوست داشتین حلقه‌های گوجه فرنگی اجازه میدیم تا طعم همه مواد به خورد هم بره. کوفته‌های ترش گیلانی خیلی خوشمزه‌مون آماده است. نوش جان.